سلام بچه‌ها، من نیلوفر رضایی هستم، روانشناس اعصاب شناختی از روسیه و میخوام داستان‌های واقعی شما رو با حفظ هویتتون و همچنین رضایت شخصی خودتون و به درخواست خودتون اینجا تحلیل روانشناختی کنم. در واقع این تحلیل‌ها مثل یک جلسه تراپی رایگان میمونه. و من اینو در نظر گرفتم برای افرادی که خب شاید حتی با تراپی احساس راحتی نمی‌کنن یا اینکه هزینه تراپی براشون گرونه و من تصمیم گرفتم که داستانهای شما رو از شما با رضایت خودتون بگیرم، هویتتون رو آشکار نکنم و یه تحلیل کامل روانشناختی ازش داشته باشم. حالا هر چیزی که خودتون برای من تعریف کرده باشین من همونو کامل تحلیل میکنم. ممکنه یه بخشی رو برای من کامل تعریف نکرده باشین، پس دقت این تحلیل و درست بودنش قطعاً به اندازه جلسه تراپی نیست، چون جلسه تراپی یه جلسه رو در روه و اینکه من میتونم اون سوالایی که توی ذهنم پیش میاد و میتونه من رو به نتایج مهمی برسونه رو ازتون بپرسم. حالا امکان این که مثلا بخواین این جلسات رو به صورت تلفنی برگزار کنیم، یعنی اینکه من رکورد میکنم و تماس میگیریم و این جلسه تراپی رایگان رو این شکلی برگزار میکنیم. این امکان هم هست، ولی خب خیلی‌ها نگران این هستن که شاید صداشون شناخته بشه. این هم باز تصمیم خودتونه. به هر حال مهمترین چیز برای ما اینه که هویت شما حفظ بشه و ما بتونیم تا حد ممکن دقیق ترین تحلیل رو به شما بدیم. خب من بر اساس اینکه خب بچه‌ها به نوبت فرستادن برای من توی اینستاگرام، بر اساس اون شروع میکنم به تعریف کردن و اولین داستان رو میخوام تحلیل کنم. خب داستان اول، یکی از خانمای پیج در واقع به من پیام دادن و داستانشون رو اعتماد کردن، ممنونم ازشون، با ما در میون گذاشتن و من شروع میکنم چون داستان خیلی طولانیه به خوندن و تیکه تیکه تحلیل میکنم، بعدش هم یه سری راهکارا میدم. خب داستان از اینجا شروع میشه که و همچنین من اینو یادم نره بگم که من یه سری اسما رو میذارم، خب ولی این اسمایی که روشون میذارم در واقع اسم مستعاره، خب برای اینکه ما بتونیم مثلا داستان رو پیش ببریم. خب امیدوارم که بشه، چون اسما زیاد بود توی این داستان. خودم این داستان رو کامل نخوندم و اولین بار دارم میخونم، واسه همین این فعل بودنش ممکنه جذاب ترش بکنم. خب یکی از خانمای پیج نوشته که من از بچگی که 3 سالم بود مامان بابام از هم جدا شدن و من با مامانم زندگی میکنم. بابام اصالتاً برای شهر دیگه است و تو شهر ما نیست، اما خب رفت آمد داریم. من و مامانم خونه مامان بزرگم زندگی میکردیم، جایی که هیچکی برای خودش اتاق شخصی نداشت و کلی رفت آمد میشد اونجا. میشه گفت فضای شخصی و امنی برای خودم نداشتم. خب تا اینجای داستان خب البته من اینایی که میگم اینا یه چیز کلیه ها، ما باید سوالای بیشتر بپرسیم تا مطمئن بشیم، ولی من اینا رو میگم احتمال داره. وقتی که بچه‌ها هیچ فضای شخصی برای خودشون ندارن، توی روابطشون با آدما هم نمیتونن برای خودشون فضای شخصی بسازن، یعنی نمیتونن یه مرزی بذارن که با خودشون بگن اوکی این بخش از شخصیت من، هویت من، زندگی من، رفتار من، اینا توی حوزه شخصی خودمه. وقتی با آدم آشنا میشن خیلی زود خودشون رو باز میکنن، همه چی رو تعریف میکنن و حتی نمیتونن حد و مرز درست با اطرافیانشون بذارن. همه تو کارشون دخالت میکنن، همه براشون تصمیم میگیرن، همه راجبشون نظر میدن و همین مرز نداشتنه به آدم خیلی آسیب میزنه متاسفانه. حالا بیشتر توضیح میدم، داستان رو ببریم جلو. میشه گفت فضای شخصی و امنی برای خودم نداشتم. مامانم کارمنده و 2 شیفت سر کار بود و من خیلی احساس تنهایی میکردم. یعنی با این احساس تنهایی بزرگ شدم. هرچند که کلی رفت آمد میشد خونه مامان بزرگم، هر روز خاله هام و دختر خاله هام می اومدن، اما بازم همیشه ته دلم دوست داشتم منم مثل اونا مامانم کنارم باشه تو شب. خب اینجای داستانم متاسفانه این خیلی ناراحت کننده است، به خاطر اینکه وقتی که ما در واقع والدمون ما رو یکیشون ترک میکنه و میره، اون یکی هم از لحاظ عاطفی یا فیزیکی به اندازه کافی در دسترس نیست و ما در یک خونه بدون مرز بزرگ میشیم که هر ثانیه آدم‌های مختلف وارد زندگی ما میشن،
ما نمیتونیم یاد بگیریم که یک ارتباط معنادار و صمیمی درست بسازیم، چون آدما هی میان و میرن و ما یاد میگیریم که آدما قراره هی بیان و برن. نمیتونیم ثبات رو توی روابطمون حفظ کنیم. حالا اگه بریم جلو داستان رو بخونیم، اگه همچین چیزی اتفاق افتاده باشه که این فرد هنوز ثبات توی روابطش رو نتونسته یاد بگیره، ممکنه حتی به این هیجان عدم ثبات عادت بکنه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا من هی دوست دارم از این رابطه بپرم به اون رابطه، هی دوستامو عوض کنم، هی دوست دارم ارتباطهای جدید پیدا بکنم، چون به این هیجانا عادت میکنم، ثبات ندارم توی رابطم. این اتفاقیه که میتونه برام بیفته. یعنی آدمایی که میومدن بهش حس خوب میدادن آدمای پایداری نبودن. از اون طرف هم پدرش از لحاظ عاطفی و فیزیکی در دسترسش نبوده یا خیلی کم بوده و مادرش هم به همچنین. در واقع اون افرادی که میان این بیس عاطفی رابطه رو برای اون فرد میسازن، به اون فرد یاد میدن که چجوری ارتباط برقرار بکنه، این افراد هیچ کدومشون نبودن، در دسترس نبودن و این ممکنه که باعث بشه که طرحواره حساسیت هیجانی بگیره فرد. یعنی اینکه فرد نسبت به بی‌توجهی حساس میشه، چون اون توجهی که باید رو نگرفته. خب بریم ادامه داستان. خب مامانم خودشم پر از آسیب و تروماست. اینجا رو برام توضیح نداده که مامانش چجور خودشم پر از آسیب و تروماست و متاسفانه منم چون خیلی مشغل داشتم نتونستم کامل سوالا رو بپرسم، ولی از این بعد داستانا رو بخوام تحلیل کنم همون لحظه که برام میفرستین دونه دونه سوال میپرسم که به سوالای ذهنم برسم که این دقیق تر بشه. ولی صد خودش رو برای من گذاشت تا من هیچی کم نداشته باشم و همیشه هر چی دلم خواسته برام خریده شده از بچگی. اما خب فضای خونه مامان بزرگ جوری بود که من اصلا با اسباب بازیام مثل همسن و سالام بازی نکردم، با عروسکام عروسک بازی نکردم و خیلی از چیزای دیگه. بچه‌ای که هیچ وقت اونجوری که باید بچگی نمیکنه، بازی نمیکنه، حالا کاری ندارم بخوایم بریم تو روانشناسی تکاملی و بخوایم خیلی عمیق بشیم و توضیح بدیم که هر بازی چه تأثیری میذاره و اینا، ولی بخوام به صورت کلی بگم بازی کردن برای بچه‌ها خیلی مهمه، چون بازی کردن باعث میشه که بچه‌ها هویتشون رو توی اون بازی‌ها پیدا کنن، هویتشون شکل میگیره، در واقع میفهمن کیان، چی میخوان، دوست دارن چی کاره بشن، خودشون رو توی اون بازی‌ها کشف میکنن و خیلی از عملکردهای شناختیشون توی اون بازی‌ها شکل میگیره. ولی این بچه هیچ وقت نتونسته با اون دنیای بچگی ارتباط برقرار کنه و این همیشه این بچگی توش میمونه، در واقع حسرت این بچگی توش میمونه. یه سری بحران ها هست، یه سری تجربه ها هست، توی هر سنی باید تجربه بشه، اگه نشه اون میاد توی مراحل بعدی رشد و اختلال ایجاد میکنه. حالا بریم جلوتر ببینیم آیا همچین چیزی توی داستان این آدم هست یا نه. خب بعد و چون خونه مامان بزرگم بودم همه به خودشون این اجازه رو میدادن که در مورد من هر طور میخوان نظر بدن. بچه دقیقا همون چیزی که فکرشو میکردم. خیلی جالبه. هر جور دوست داشته باشن با هم صحبت کنن و خب منم چون کسی نبود که ازم دفاع کنه همیشه جوابشون رو خودم میدادم و از همون بچگی بهم میگفتن حاضر جواب و گاهی هم بیادب. خیلی اشتباهه. خواهش میکنم وقتی یک بچه میخواد از حق خودش دفاع کنه سرکوبش نکنین، بهش نگین حاضر جواب و بیادب. چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ بخاطر اینکه دو تا اتفاق میفته. یک، اولین اتفاقی که میفته اینه که اون بچه به قضاوت خودش شک میکنه. یعنی یک نفر داره به احساس اون آسیب وارد میکنه و شما حسش رو بیارزش میکنی و اون همیشه دیگه به قضاوت خودش شک میکنه که آیا من درست فکر میکنم یا غلط فکر میکنم، آیا من اینجا حق دارم که این حس رو داشته باشم یا نه. در واقع نمیتونه کجا باید به احساسش ارزش بده و کجا نباید بده. مهارت کنترل هیجان‌ها و احساساتش و پردازش و درک اونا رو از دست میده. پس لطفاً این کارو نکنین. دومین مشکلی هم که برای این بچه پیش میاد اینه که مرزگذاری رو دیگه کامل از دست میده. یاد نمیگیره چجوری باید مرزگذاری بکنه و این خیلی ناراحت کننده است. پس لطفاً خواهش میکنم که وقتی یک بچه میخواد از حق خودش دفاع کنه جلوش رو نگیرین، بهش یاد بدین که چطوری از حقش دفاع کنه و این که حتی اگه از حقش دفاع نمیکنه بهش یاد بدین از حقش دفاع کنه.
این خیلی مهمه توی روابط و افراد دقیقا از همین خیلی آسیب میبینن، چون نمیدونن چه جوری بعد از حقشون دفاع کنن و اصلا چون به قضاوت خودشون شک کردن نمیدونن کجا حق دارن و کجا حق ندارن، که باید اول با آدم بدونه که حق داره یا حق نداره از خودش دفاع کنه که بتونه از خودش دفاع کنه در واقع. خب بریم ادامه داستان. اینجا رو گفتیم که لیبل رو بچه میذارن، حاضر جواب و گاهی هم بیادب. یعنی بچه یاد میگیره من اگه از حقم دفاع کنم، من اگه مرز بذارم، من اگه برای خودم ارزش قائل شم، من حاضر جواب و بیادبم. این اصلا درست نیست. اون بچه مورد تهاجم همه آدما بوده. اون بچه هیچ مرز امنی برای خودش نداشته. هیچ آدم امنی پشتش نبوده که بتونه بهش تکیه کنه. هیچ حس امنیتی رو تجربه نکرده و رفته تو حالت بقا، بدنش رفته تو حالت بقا و مجبور بوده همیشه تو این حالت باشه که هر کسی الان میخواد به من حمله کنه و مجبور بوده که جواب بده به هر حال. خب اینجا وای نوشته که من هنوزم وقتی که اینجور تجربه ها رو میشنوم واقعا شوک میشم، واقعا ناراحت میشم، به خاطر اینکه خیلی از بچه ها همچین چیزی رو متاسفانه تجربه میکنن و پدر و مادر رو باید خیلی مراقب باشن. نوشته توسط پسردایی‌های مامانم مورد آزار جنسی قرار گرفتم در همون کودکی و خب گذشت من بزرگ شدم و برای اولین بار وارد رابطه شدم، خیلی وابسته شدم و در اوج وابستگی و علاقه‌ای که بهش داشتم متوجه شدم که داره بهم خیانت میکنه. خب بچه هایی که اینجوری مورد آزار قرار میگیرن، ببینین این بچه از اولم توی حس امنیت نبوده، حالا این اتفاق براش افتاده، دیگه چطور میتونه احساس امنیت کنه یا اصلا بخواد به مردا اعتماد کنه یا بخواد یه رابطه معنادار شکل بده؟ تمام باور این بچه خراب میشه. اتفاقای متفاوتی برای این بچه میفته. اول از همه این که اگه با اون پسردایی رابطه نزدیکی داشته بوده باشه، با هم همبازی بودن، چون خیلی از بچه هایی که این اتفاق متاسفانه براشون میفته و خیلی این اتفاق براشون افتاده، یعنی من توی جلسات تراپیم حدود 70% دخترها چنین چیزی رو تجربه کردن، حالا یا تعرض یا تجاوز، و این دقیقاً از سمت آدمای نزدیک زندگیشون بوده، اون همبازیاشون، اون آدمایی که خیلی بهشون اعتماد داشتن و این خیلی ناراحت کننده است و هرچی این فرد نزدیکتر میشه و رابطه صمیمیتر میشه، آسیب و تخریب هم بیشتر میشه. اتفاقی که میفته اینه که بچه که کلا اعتمادش رو از دست میده، برای پسرها تخریب مراتب بیشتری داره. نمیشه گفت که مثلا مال یکی بیشتر مال یکی کمتره، ولی برای آقایون این مسئله تخریبش هم خیلی بالا، خصوصا اگه از سمت همجنس خودش باشه. برای خانم ها باز این تخریب بالاه و متاسفانه غمگین ترین بخش این داستان اینه که این بچه دیگه نمیتونه به آقایون اعتماد کنه یا وارد یک طرحواره میشه. اتفاقی که براش میفته اینه که توضیح بدم قشنگ چه اتفاقی میفته. اگه اون فرد نزدیک باشه و اینا همبازی باشن، یه حس عشق و تنفر به وجود میاد و این فرد یاد میگیره که باید همیشه نسبت به اون فردی که میخواد وارد زندگیش کنه، رابطه عاطفی ایجاد کنه، اگه دیگه این قابلیت براش مونده باشه، یاد میگیره که باید تو حالت عشق و تنفر باشه. یعنی اون فرد همیشه باید در این اینکه بهش عشق میده یه حس تنفر هم بهش بده، یه آسیبی بهش بزنه. این بچه یاد میگیره عشق همراه با آسیبه، عشق همراه با سوء استفاده است. خیلی از این دخترها دقیقاً این الگو رو هی برای خودشون تکرار میکنن که با مردهایی وارد رابطه میشن که مدام ازشون سوء استفاده جنسی میکنن. معذرت میخوام. و یه اتفاق دیگه ای هم که میفته، بچه‌ها من میخوام به این افرادی که چنین چیزی رو توی زندگیشون تجربه میکنن یه چیزی رو معرفی کنم. خب یه کتاب خیلی قشنگ، نیکول لپرا رو نمیدونم میشناسین یا نه، ولی یک روانشناس مدرن، اومده از تکنیک‌های روانشناسی شناختی و علوم اعصاب استفاده کرده و یک کتاب به شدت کامل، محشر، فوق‌العاده، بحث برانگیز نوشته که واقعا باید این کتاب رو به نظر من هر کسی تو حوزه روانشناسی اصلا کتابای نیکول لپرا رو بخونه. مترجمش هم فراموش کردم، ولی اگه اشتباه نکنم
حالا می نویسم توی کامنت مترجمشم، ولی یکی از پیجای خوب اینستاگرام Better Life With Me، این اگه اشتباه نکنم اینم اسمش باشه، اونا مترجمشن و میتونید از اونجا سفارش بدین. این تبلیغ نیست، واقعا تجربه شخصی خودم. این کتاب زندگی منو زیر و رو کرد و به هر فردی که چنین چیزی رو توی زندگیش تجربه کرده، یعنی تو دوران کودکیش یه همچین حادثه تلخی رو تجربه کرده، من این کتاب رو پیشنهاد میکنم. نجات از هزار تو، نیکول لپرا. حالا یکی از چیزای قشنگی که توی این کتاب داره راجبش صحبت میکنه، پدیده گسست فکریه. گسست فکری یعنی چی؟ یعنی من به عنوان یک بچه، دقیقا همین دختر، یک اتفاقی رو تجربه میکنم که انقدر سنگینه برای من که مغز من، بدن من تصمیم میگیره منو از محیط جدا کنه، منو ببره تو فکرم زندگی کنم. انگار سوار یه سفینه میشم که میرم بالا. هر بار که این آدم از من سوء استفاده جنسی میکنه، تنها راهی که من بقامو بتونم داشته باشم و خودم رو نجات بدم اینه که مغز من خاموش شه. چنین افرادی دچار گسست فکری میشن و این در واقع میشه بای دیفالت مغزشون که چه اتفاقی براشون میفته، همیشه توی ذهنشون زندگی میکنن. یهو تا سر خیابون میره میگه من کی رسیدم اینجا. یا اینکه یکی دیگه از نشونه‌هاش اینه که خاطرات دوران کودکیش یادش نمیاد. این صرفا برای کسایی نیست که مثلا حالا بهشون تعرض یا تجاوز جنسی شده تو دوران کودکی، میتونه برای افرادی که تو محیطای خیلی ناامنی هم بزرگ شدن اتفاق بیفته، چون بدن بچه تواناییش رو نداره، نمیکشه و خود در واقع اون مغز تصمیم میگیره تو رو ببره سوار یه سفینه کنه و از اونجا دورت کنه. این یکی از کتاباییه که من به شدت پیشنهاد میکنم که افرادی که این اتفاق برشون افتاده بخونن. یکی دیگه از کتابایی هم که من پیشنهاد میکنم، هنر همه فن حریف شدن احساساته. چون معمولاً بچه هایی که تو چنین محیط هایی بزرگ میشن، بعضیاشون با ترکیب موارد دیگه و پدیده های دیگه میتونن سبک دلبستگی اجتنابی بگیرن و احساساتشون رو بلد نباشن که چطوری بیان کنن، پردازش کنن، درک کنن، ابراز کنن و باهاش ارتباط برقرار کنن. و این بچه سبک دلبستگیش که اجتنابی میشه دیگه واویلا میشه، ارتباط کامل با احساسات قطع میشه و اینجاست که داستان خیلی بدتر میشه. حالا بریم ادامه داستان رو بخونیم، ببینیم آیا این فرد سبک دلبستگیش اجتنابی شده یا اجتنابی اضطرابی شده. خب خیلی روزای سختی بود و خیلی آسیب دیدم از این اتفاق، ولی تمومش کردم و رها کردم، گذشتم. وارد حرفه مورد علاقم شدم، رقص. بچه هایی که میرن توی دنیای رقص معمولا بچه هایی هستن که نتونستن با اون احساسات درست حسابی ارتباط برقرار کنن و میرن سمت هنر، میرن سمت رقص، سمت موسیقی، چیزی که یکم هنری باشه که بتونن این احساسه رو یه جایی تخلیه کنن، یه جایی ابرازش بکنن. خب میگه خیلی روزای سختی بود و خیلی آسیب دیدم از این اتفاق، ولی تمومش کردم و رها کردم و گذشتم. وارد حرفه مورد علاقم شدم و رقص شروع کردم به دنبال کردن علاقم تو این زمینه، کار کردن و تلاش کردن. بعد با یه پسر دیگه آشنا شدم به اسمشو ما میذاریم امیر. اسمشو میذاریم امیر که خیلی دوستش داشتم. اینو بیشتر از اون قبلی میخواستم. میتونم بگم تمام زندگی من شده بود. امیر از روز اول گفت که من عاشق شناختن آدمام، راست گفت. فهمید به چی نیاز دارم. من پر بودم از خلا، محبت و منو لبریز کرد از این احساس، به حدی که حس میکردم اگه بره نمیشه دیگه. منو کامل بلد بود. من خیلی احساساتی بودنشو دوست داشتم، عاشق توجه کردناش بودم و یا گل خریدن و هدیه‌ای که برای ولنتاین بهم داد. اولین پسری بود که بهم هدیه میداد. و خب امیر هم بعد از مدتی رفت و غیب شد. هرچی پیام و زنگ زدم بیفایده بود و بعد از یک هفته اومد گفت که دوستت دارم اما نمیتونم کنارت ادامه بدم، تو آسیب میبینی. و اگه آسیب میدیده چرا از اول باش دوست شدی؟ چرا لاو بام بش کردی؟ بچه من آدم مرد ستیزی نیستم، خب، ولی آدم زن ستیزی هم نیستم، فمینیست نیستم. البته خیلی از چیزهایی که ما خانم ها داریم واقعا حاصل دسترنج فمینیست های واقعیه، نه اونایی که مرد ستیزن و به اصطلاح خودشون رو فمینیست جا میزنن. ولی
واقعا دنیا برای آدمایی که آسیب دیدن خیلی جای ترسناکیه. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه این آدما کسی بهشون در واقع نمیاد زخم بزنه، اینا خودشون زخم دارن و بقیه آدما میان رو زخمشون دست میذارن و این خیلی ناراحت کننده است. برام خیلی سخت بود تموم کردن رابطه تو اون تایم، خصوصا که برای تولدش کلی پلن چیده بودم و کادو گرفته بودم. یکم تلاش کردم و وقتی دیدم میگه نه، گفتم باشه پس بیا برای آخرین بار ببینمت. گفت باشه. کادوهاشو دادم به دیزاینر رو، گفتم توی باکس گل آرایششون کنه و رفتم پیشش. کادوهاشو دادم بهش و ما اوکی شدیم. بازم اما چند روز بعدش باز غیب شد و آمد و گفت که نمیتونم ادامه بدم، تو کنار من آسیب میبینی. دوست نداشتم بخوام اصرار و التماس کنم که بمونه دیگه، شخصیتم بهم این اجازه رو نمیداد. براش آرزوی موفقیت کردم و تموم کردیم. ولی این سری دیگه مثل سری قبل اونقدر خودم رو اذیت نکردم، با این تفاوت که برای قبلی خیلی خودم رو اذیت کردم، اما فراموشش کردم و به طور کامل و نسبت بهش بی‌تفاوتم و این یکی رو تا 4 ماه پیش هنوز بهش فکر میکردم. بچه‌ها من یه چیزی بهتون بگم، حالا کامل داستان این رابطه‌ش رو توضیح نده که اصلا چی شده یهو طرف چه این حرکتی زده. خب ولی معمولا وقتی یه پسر از روز اول میاد و همه کار میکنه ازش یکم بترسین. قرار نیست چون یه پسر دیگه همه کاری برای شما کرده، چه واسه یه دختر، اصلا چرا بگیم یه فردی که تو چرا انقدر دختر پسرش کنیم توی رابطه، یه فردی که میاد تمام خودشو یهو در اختیار شما میذاره، یکم ازش بترسین. به خاطر اینکه ممکنه همون تمامی که یهو به شما داده یهو ازتون بگیره. مثل مواده، انگار میاد یه حال خوبی و یهو بهتون میده، یهو هم میندازتتون پایین. شما باید برای خودتون همیشه پلن داشته باشین، ددلاین داشته باشین تو رابطه. یعنی چی؟ مرز داشته باشین. یعنی تو به خودت میگی این پسر همه این کارا رو هم اگه بکنه، من تا این تایم مثلا رابطه جنسی برقرار نمیکنم، من تا این تایم تو ذهنم جدیش نمیگیرم، من باید بیشتر بشناسمش، تایم بذاریم برای شناختن آدم. همیشه اون چیزی که اول رابطه بهتون نشون میدن، چه خوب چه بد، اون صرفا درست نیست. خیلی از آدم اول رابطه هستن یه آدم مزخرفی به نظر میرسن، معذرت میخوام از این کلمه استفاده میکنم، ولی تایم که میدی که میگذره میبینی این چقدر آدم باحالیه. اتفاقا این جالبه، این حد و مرز داره برای خودش، این داره یواش یواش خودشو به من نشون میده، این قشنگتره. آدمایی که مرحله به مرحله توی رابطه پیش میرن آدمای امن‌تر و سالم‌ترین. من نمیگم 100% اینجورین، چون برای رابطه نمیشه یه نسخه ثابت برای همه پیچید. خب آدما متغیرن، شخصیت آدما تغییر میکنه، پرورش پیدا میکنه. آدمی که الان یه چیز 5 سال پیش یه آدم دیگه ای بوده. آدم هر سالی از زندگی شخصیتش ممکنه تغییر بکنه. ولی فرصت بدین. یعنی چه خوب چه بد دارین از یه آدم میبینین، اول رابطه سعی کنین بیشتر از اینکه هیجانی رفتار کنین، واکنش نشون بدین، آنالیزگر باشین. برای خودتون یه سری معیارا داشته باشین، خودتون رو بشناسین، بدونین چی میخواین. برای همین دیگه اگه یه آدم بیاد آقا صدها کادو هم بهت بده، صدها دوستت دارم بهت بگه، صدها کارم برات بکنه، تو یه سری فیلترها داری که تا از اون فیلترها رد نشن این آدم برای تو جایگاهی پیدا نمیکنه. پس این خیلی مهمه. حالا بریم جلوتر، چون من اینجوری بخوام واسه هر کدومش یه ساعت توضیح میدم. خب حالا چرا این تیکه کادو رو قبول کرده بعدش آشتی کردم؟ به خاطر اینکه روش نشده دیگه باش کات کنه، این واقعیتشه. خب و این پسر اومده اول رابطه لاوام کرده کشیده عقب و این اصلا قشنگ نیست. این یک جای کار میلنگه. آدمایی که هیجانی وارد رابطه میشن هیجانی هم از رابطه خارج میشن، پس حواستون به اینا باشه. خب میریم بعدی. من اینجا مثل اینکه یکی از پیاماشو خب برام سوال پیش اومد، ریپلای زدم، گفتم که بیشتر توضیح بده راجع به تجربه‌ای که داشته در واقع تو دوران بچگی، حالا اون تعرض اتفاق افتاده و هرچی. نوشته که من 5-6 سالم بود، خونهشون بود، هر دفعه مهمونی دعوت بودیم خونهشون اذیت میکرد و هر وقت نگفتم میگفتم دوست ندارم، میگفت اگه گوش نکنی به حرفم به مامانت میگم و من میترسیدم و هیچی نمیگفتم دیگه. اصلا هم رابطه صمیمانه نداشتم باهاشون. خب خدا رو شکر که رابطه صمیمانه نداشته باهاش، چون تخریبا کمتر میکنه. حالا چی پیش میاد اینجا بچه؟ من این خواهشم از مادر پدراست، چرا آموزش جنسی به بچه‌تون نمیدین؟ باید بچه توی هر سنی آموزش جنسی مناسب اون سن رو بگیره
وگرنه خیلی آسیب میبینه. اون بچه رو میفرستی مهد کودک، مدرسه، با 1000 تا آدم آشنا میشه. من واقعا بچه‌ای دیدم که راننده سرویس، ببین اصلا کسی بوده که پدرش، نمیدونم، خیلی آدمای نزدیک که اصلا نمیتونیم باور کنین این کارا رو انجام میدن. اصلا واقعا وحشتناکه این اتفاقایی که میفته و همش هم به خاطر اینکه شما آموزش جنسی به بچه ندادی. شما باید به بچه بگی اگر کسی به جاهای خصوصی بدن تو خواست دست بزنه یا خواست نگاه کنه و بهش آموزش بدی که جاهای خصوصی کجاه، تو باید به من بگی. حتی اگه گفت من به مامانت میگم یا به بابات میگم، تو باید بگی من خودم میگم. تو باید به من بگی. باید آموزش جنسی رو به بچه بدین. حالا اگه خیلی دوست داشتین تو کامنت ها برام بنویسین، یه ویدیو میسازم راجع به آموزش جنسی به بچه که چطوری از این اتفاق جلوگیری کنیم. و ببینین من خودم خواهرم، خب باور کنه خواهرزاده‌مو تا حالا خونه ما نفرستاده بمونه تنها. یک بار همین پارسال گذاشت. خواهرزادم دیگه بزرگم، مثلا دیگه 18 سالشه. مادر من نمیذاش من خونه خواهر خودم بخوابم و این به این معنی نبود که به اون افراد اعتماد نداشت یا به خواهرم اعتماد نداشت. این قانونش بود که شب تو خونه کسی نمیخوابی. اگه میخواست منو بفرسته خونه کسی، خیلی حواسش رو جمع می‌کرد. یعنی همیشه چارچشمی مراقب من بود تا زمانی که من بچه بودم. همیشه وقتی میخواست راننده سرویس رو انتخاب کنه، سعی میکرد خانوم انتخاب بکنه، یا همیشه مثلا به راننده سرویس میگفت باید دختر من نفر اول پیاده کنی. خیلی مهمه به اینجور چیزا توجه کنیم. واقعا یکم آدم اگر از همون بچگی حواسش باشه، به بچه مثل یه پروژه پیچیده نگاه کنه و مراقب اون بچه باشه، از خیلی از اتفاقا جلوگیری میشه. خب خب من ازش خواستم که راجع به رابطه اولش بیشتر توضیح بده. میگه رابطه اولش اسم طرف بگیم مسعود بود، ولی چون تموم شد و الان تو کنستان ترین حالت ممکنه نسبت بهش، برای همین زیاد وارد جزئیات نشده. ولی این خوب نیست، چون مهمه که من بفهمم الگوها چطور داره پیش میره. من بفهمم الگوی رابطه اول چی بوده. الگوی رابطه مهم نیست الان بهش حسی نداری. همه افراد وقتی که از این رابطه خارج میشن دیگه میرن تو یک رابطه جدید، بعد از یه تایمی دیگه به اون فرد حسی ندارن. ولی ما میخوایم الگو رو پیدا کنیم. همیشه ببینید چه چرخه‌ای داره تو رابطتون تکرار میشه. خب نوشته بعد از امیر من وارد رابطه های متعدد می شدم. دیگه گرایشم رفته بود سمت مردای سنبالاتر از خودم با تفاوت سنی زیاد و همش با افراد مختلف وارد رابطه می شدم. رابطه های خیلی کوتاه مدت و تموم می کردم. مخصوصا از وقتی که پیج کاریمو زدم و دیده شدم. پیشنهادهای خیلی زیادی بهم داده شد و منم نمیتونستم به هیچ کدوم نه بگم. دلم میخواست با همه باشم تا ببینم میتونم آیا کسی رو بازم دلی بخوام. اینو توی پرانتز بگم که من تا اینجا فعلا رابطه جنسی نداشتم با هیچ کدوم و خیلی این موضوع برام مهمه. به این مورد خیلی توجه میکنم و حتی اجازه بیان این موضوع رو به کسی ندادم، با اینکه تو ارتباطات متعدد بودم اما هیچ وقت از من درخواست رابطه جنسی نشد. و منی که از خیانت متنفر بودم به جایی رسیدم که همزمان با چند نفر تو آشنایی بودم. از این وضع خسته شده بودم، اما خب انگار عادت کرده بودم بهش و بیرون اومدن از این وضعیت هم ممکن نبود. خب من باز دوباره اینجا مثل که گیر دادم، لطفا پارتنر قبلیتم بگو. خب من داستانش رو کامل چون نخونده بودم، گذرا یه سری چیزا رو فقط نگاه می‌کردم. مثلا می‌دیدم یه جای انداختم، گفتم یه سوال ازش میپرسیدم. نتونستم متاسفانه سوال کامل بپرسم و خیلی از این چیزایی هم که دارم میخونم برای خودم جدیده، نگین حالا اول ویدیو گفتی ها. خب چی میشه که آدما دوست دارن توی روابط متعدد قرار بگیرن؟ ببینین یک جاییش برمیگرده به این که همین که گفتم سخته. دیدین این اتفاق براش افتاد. تو اول ویدیو دیدین گفتم یاد میگیره که اعتماد نکنه، یاد میگیره که آدما گذرا باشن، یاد میگیره که هر بخشی از نیازش رو با یه آدم برطرف کنه. یکی بهش توجه میده، یکی بهش گل میده، یکی بهش کادو میده و این میتونه حس قدرتش رو توی رابطه حفظ کنه. بچه‌هایی که هیچ وقت نتونستن هیجاناتشون رو درست حسابی توی رابطشون کنترل کنن، این اتفاق براشون میفته که برای اینکه بتونن هیجاناتشون رو کنترل کنن، روابط زیاد و کوتاه مدت میسازن که عمیق نشن. چون یک رابطه عمیق به شدت کنترل هیجانات توش سخت‌تر میشه براشون و همینطور عمیق‌تر و احساسی‌تر که باشه رابطه، قدرت کمتره
ولی وقتی چند تا رابطه داری، در واقع آب نمک داری برای خودت، خب این رفت بعدی رو جایگزین میکنم، این رفت بعدی رو جایگزین میکنم. این اتفاقیه که براشون میفته. و همون حالت لاوبامبی که اون پسر بهش اول رابطه داده مثل مواده. هی میخواد طرف بره دوزای بالاتر امتحان کنه ببینه به اون حاله میرسه. اون حال لاوبامب اول دقیقاً مثل یک مواده که یک پیک دوپامین داره، یک پیک دوپامین و سروتونین ممکنه داشته باشه که اون پیکر رو مثل مواد هی میخوای تجربه کنی. یعنی هی میری چیزای جدید میزنی ببینی چه جوریه. این اتفاقیه که میفته. و خیلی از این افراد اجتنابی اضطرابی ان. به خاطر همین دوست دارن تو رابطه کوتاه بی ارزش سطحی باشن، نیازشون برطرف بشه مقطعی، ولی به کسی دل نبندن. دل بستن کابوسشونه، ترسناکه براشون. خب گفته اون پارتنرم اسمش چی گذاشتیم؟ اسمش گذاشتیم مسعود. همون پارتنر اولیشو گفتم برام توضیح بده، می‌خواستم الگو رو درک کنم. اسمش مسعود بود. تو کافه منو دیده بود و نمیدونم از کجا آیدی منو پیدا کرده بود و فالوم کرد. خیلی خوشحال شدم چون گفتم فکر کن چقدر پیگیرم بوده که پیجمو پیدا کرده. اون موقع پیجم این نبوده، یه پیج دیگه‌ای داشتم. منم ازش خوشم اومده بود، بهم دایرکت داد و یه پست عاشقانه فرستاد و بعد بهم پیشنهاد داد و منم بهش گفتم که من اهل دوستی و رابطه نیستم لطفاً. اونم گفت که من قصدم جدی و این حرفا، بذار آشنا بشیم اول بعدش تصمیم گیری کنیم. منم قبول کردم. وارد رابطه شدیم و خب چون اولین پارتنر بود خیلی بهش وابسته شده بودم. من عاشق غیرتی شدن و حساس شدن مردهام و محمد هیچ وقت هیچ غیرت و حساسیتی روم نداشت و این همیشه منو اذیت میکرد. بچه‌ها خیلی مسئله جالبی اینجا اومد راجع به غیرت و حساسیت. ببینین خیلی مهمه که مسئله غیرت و حساسیت یک مرد برای ما تعریف بشه. یه مردی میبینی اون غیرت و حساسیتش روز به روز بیشتر و بیشتر میشه و میره تو فاز کنترلگری. یعنی شما اصلا نمیتونی نه لباسی رو که میخوای بپوشی، نه اختیاری اینو داری که جایی که میخوای بری، نه اختیاری اینو داری یه کاری و شغلی رو راه بندازی. و اون کنترلگریه بد میشه. بعضیشون میبینی اصلا اینا نشونه هایی از پارانویا. یارو اصلا ما توی زبان کرمانشاهی بهش، من کرمانشاهیم، بهش میگیم خانه‌گمانه. یعنی مدام سوء ظن میزنه، فکر میکنه که تو داری خیانت میکنی، 2 دقیقه جوابش رو ندی. بعضی اینو با عشق اشتباه میگیرن. این عشق نیست، این مریضیه. اینکه تو نمیذاری یک فضایی به پارتنرت بده که نفس بکشه، این مریضیه. و اینکه تو دوست داری یک مرد روی تو بیش از حد غیرتی بشه یا تو رو کنترل کنه، این به خاطر کمبود توجه زیادته. اینو با عشق اشتباه نگیر. خیلی برای همه زنها قشنگه که اون پارتنرشون روشون غیرتی بشه، یه سری حساسیت ها از خودش نشون بده، ولی تو تازه با این آدم آشنا شدی، بهش فرصت بده. شاید وقتی همه چیز جدی تر بشه خیلی هم رو تو غیرتی و حساس بشه. قرار نیست همه آدما وقتی وارد رابطه میشن از همون اول صدشون رو بذارن، اصلا درست نیست. پس حواسمون باشه مرز باریکی هست بین اون غیرت سالم با اون رفتارهای کنترلگرانه که اصلا سالم نیستن و پارانویا. حواستون به این باشه. حواستون باشه که اون پارتنرتون داره چقدر شما رو کنترل میکنه. بعضی اوقات اون پارتنر دیگه انقدر اون چیزی که اسمشو غیرت میذاری اونقدر شما رو کنترل میکنه که شما هویت شخصیت رو کلا از دست میدی. خب قصدش جدی و قبول کرده. اینجا هم گفتیم. من اسم اینو بعد میگه که رفیق این مسعود با رفیق خودش رل زده بودن. بعد فهمیده که این رل دوستش، این دوست پسر دوستش داره بهش خیانت میکنه. از همونجا هم فهمیده که این مسعود هم داره به خودش خیانت میکنه، اونم همزمان با چند نفر. خب حالا اینجا دیگه واقعا این بی‌غیرتی و عدم حساسیتش مشخص شد ریشش کجا بوده، چون واقعا اهمیت نمیداده. خب حدود بعد میگه حدود 2-3 ماه پیشم اینو فهمیدم که مسعود کلی آزار جنسی داره میرسونه. مثلا یه دختری رو برداشته بوده برده بوده توی یه روستا و گفته بود تا برام نمیدونم اینو چجوری بگم مؤدبانه باشه، تا رابطه جنسی دهانی نداشته باشی،
یعنی دختره برای پسره، برات نمیگردونم. و یا حتی یکی دیگه از دوستای دیگه ما سوار ماشین کرده بوده و گفته بوده که میرسونمت، اما میخواسته تو ماشین بهش تجاوز کنه. اما خب نسبت به من، ممنون که تا اینجای داستان کنارم بودین. این داستان 3 قسمتی هست و قسمت بعدی رو میتونین توی پلیلیست تحلیل داستان‌ها پیدا بکنین.